سلام همگی، من یکیم. خوش اومدین به چنل من. امروز روز آخر سال 1403 و فقط چند ساعت مونده تا سال 1404 ولی ما هنوز سفره هفتین نداریم، وسایلش هم نداریم. بریم اول وسایل سفره هفتین رو بخریم، برگردیم که سال تحویل کنیم. صدای من از سال 1404 داریم. اول از همه به موهام زیاد دقت نکنید. اینجا شماله، من هر کار کنم اینا مرتب نمیشه. من امسال یعنی سال گذشته 1403 وقت نکردم خیلی برم دفتر و چیزای جدید برای سال 1404 بگیرم، چون هر سال میرم این کار میکنم. دفتر برای جورنال، دفتر برای دفتر خاطره و اینا میگیرم، ولی امسال وقت نشد چون تایم خالی که داشتم و رفتم پیک شادی کومان گرفتم. تمام چیزاشم حل کردم، هرچی توش بود و حل کردم. قسمت مورد علاقه‌ام این بود، به سوی تاج و تخت. اینجوریه که شما کوروشو که این پایینه بعد ببرین برسونین به این بالا که تاج و تختشه و به معنی واقعی بعد از دوگین بودن در آیین تا بتونین اینو حلش کنیم. اون موقعی که رفتیم اونجا خیلی وایب خوبی داشت. کافه سانتا خیلی جای خوشگلی بود. همه افرادی که اومده بودن، حتی یکی بود با خط چشش نوشته بود کومان. من یه خط چش عادی نمیتونم بکشم، نمیدونم چجوری این کار کرده بود. یه سری نشسته بودن تو خیابون جلوی در کافه و داشتن پیک شادی رو حل می‌کردن. خلاصه که تجربه جالبی بود، ولی من نتونستم دفتر بخرم. پارسال خیلی تو وایب رنگ سبز و اینا بودم، خب ولی امسال دوست دارم رنگای آبی و بنفش و یاسی و اینجور چیزا بگیرم، برای همین اینو خریدم. فقط کوچیکه نسبت به دفتر دیگم. امیدوارم که این مشکل ساز نشه. یه کتاب جدیدم خریدم که اسمش یگانه است. اسم انگلیسیش وانه، ولی خب آقای مترجم صلاح دونستن که این اسمش یگانه باشه، چون که یکی از اهداف امسال بیشتر کتاب خوندنه. حالا چه فیکشن چه نان فیکشن، خودم فیکشن بیشتر دوست دارم، ولی خب یکی از اهداف امساله. من پارسال این دفتر رو به حجم زیادی استفاده کردم و خیلی بهم کمک کرد. مثلا این صفحه هاشه اینجوری نیستش که کلش مرتب و تمیز و عالی باشه. یه سری جاها مثلا وایبم این بود که یه چیز دیگه استفاده کنم، یه سری جاها همینقدر زشت و خالیه. ولی در کل وجود یه همچین دفتری با برنامه‌ریزی‌های توش و خالی کردن مغزم بهم کمک میکنه که یه ذره بتونم تو مسیری که میخوام حرکت کنم. در کل داشتن یه دفتر جامع که مثلا ذهنتون خیلی شلوغ میشه، یه چیزی بیارین روش بنویسین
یا اینکه اهدافتون رو بنویسین، هر ماه برگردین بهش نگاه کنین ببینین ماه پیش چی می‌خواستین، الان چی می‌خواین. این دفتر همون چیزیه که میتونین بهش برگردین و ببینین که خب سال 1404 من چی رو می‌خواستم. برای سال 1404 برنامه بچینین. این سالو شده انقدر برای خودتون لذت بخش‌تر کنین، به خودتون کمک کنین تا به خواسته هاتون برسین. امیدوارم که امسال سال خیلی 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 خوبی باشه برای من، برای شما، برای همه کسایی که دور همیم. پر از سلامتی، پر از پول، پر از موفقیت، شادی، پر از خلاقیت. سال خوبی داشته باشین. مرسی اینکه این ویدیو رو دیدین. اگه این ویدیو رو دوست داشتین حتما لایک کنین، سابسکرایب کنین. اگه چیزی خواستین بگین میتونین برام کامنت بذارین. و مرسی از اینکه این ویدیو رو دیدین. خداحافظ.